دوبارم بچه دار شده. احتمالا چشماش هم آب آورده. سرفه میکنه؟ نه اصلا ندیدم. یعنی فقط سرفه که میگم یعنی این کارو نمیکنه هر از گاهی؟ چند وقت یه بار؟ گاه موقع آب و غذا خوردن چی؟ نه توده یه ناحیه وصل داره. ببینین این باید بررسی بشه. بررسیش هم دو دسته است. یکی اینکه باید هم از قفسه سینه و شکم عکس بگیریم. همه بردن. کی گرفتین؟ نگرفتیم. گفتم بعد ببرید. یه دونه هم اینجا هست، یه دونه این پایینه. عکس بگیریم ببینیم متاستاز داده یا نه. یعنی سرطانی بودن که سرطانه. متاستاز یعنی که پخش شده باشه یا نه. متوجه شدین؟ اگر خدایی نکرده پخش شده باشد، به ریه زده باشد، معمولاً جراحی دیگه فرق به حال بچه میره. ولی اگر پخش نشده باشه، توده ها برداشته بشه، سریعا هم عقیم سازی بشه که از متاستازهای بعدی حالا تا حدی جلوگیری بشه. الان هم آزمایش باید بگیریم ازش، هم رادیولوژی انجام بدیم. ناشتا هست؟ آره هیچی نخورده.